ساعت به وقت پرگرس و 13 است و ما چون همیشه در این دقیقه شما را با تازه ترین خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان آشنا می‌کنیم. شعله گلخوجه هستم. روز بخیر. سرخط موضوع برنامه 3 سپتامبر. راننده‌های حیران و مشورتی مقامات ماشین‌های بارکشی سمت تاجیکستان در گذرگاه لطف‌آباد ارتیق بند مانده‌اند. مقامات تاجیک مسیر دیگر را توصیه می‌دهند. از دوشنبه تا دنغره در محل کشتار جهانگردان خارجی و برای پاس خاطر از قربانیان دوچرخه رمزی گذاشتند. همدردی خود را بیان کنم برای که من هم ولاسپدرون هستم. اون نفران که خارجیانی که قربان شدن اونها نیز ولاسپدرون بودند. رجب طیب اردوغان در قرغیزستان بود و بار دیگر درباره خطر شبکه گولن به امنیت گوشزد کرد. ما نمی‌خواهیم که مردمی برای ما برادر با این مشکل روبرو شوند. پیروان گولن می‌توانند به وزارت کارهای داخلی و نهادهای نظامی وارد شده تبادلات شبیه در قرغیزستان هم به وقوع پیوندند. ده ماشین بارکشی که به سمت تاجیکستان روانه بودند یک هفته به این سو در مرز ترکمنستان با ایران درماندند. ظاهرا تلاش مقامات تاجیکستان نیز برای معین کردن سبب و حل مشکلات نتیجه نداده است. از این خاطر به رانندگان مشورت شده است که سمت حرکت خود را تغییر بدهند. اما رانندگان میگویند روی الترناتیوی چند برابر درست‌تر است. میرزا نبی خالقزاد موضوع را دنبال داشت. وزارت نقلیات تاجیکستان سبب اصلی در مرز ترکمنستان بازماندن دهها ماشین‌های تاجیکستان را هنوز شهر نداده است. امروز مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در نتیجه دهها نامه‌هایی که آنها به مقامات ترکمنستان ارسال داشتند هیچ پاسخی نیامده است و سبب اصلی چرا در مرز ترکمنستان بازماندن ماشین‌های تاجیکستان از طرف مقامات ترکمنستان شهر داده نشده‌اند و امروز مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان راههای الترناتیوی را بازجویی دارند تا اینکه یک راه آسان‌تر برای راننده‌های تاجیک مشخص کنند که از این راه به تاجیکستان بیایند و در حال حاضر وزارت نقلیات گفت آنهایی که می‌خواهند منتظر نوبت بایستند اختیار دارند ولی دیگران می‌توانند در چنین شرایط از راه آذربایجان به سمت تاجیکستان حرکت کنند. گروهی از رانندگان ماشین‌های بارکش از تاجیکستان می‌گویند بیشتر از یک هفته است که در مرز ترکمنستان و ایران درماندند و نمی‌دانند سبب راه ندادن آنها به قلمرو ترکمنستان چی است. دو نفر از این رانندگان روز 2 سپتامبر به رادیو آزادی زنگ زده گفتند که بیشتر از 7 روز است که در گذرگاه لطف آباد ارتیق درمانده‌اند. یکی از آنها که از بردن نامش خودداری کرد گفت در نزد این گذرگاه تقریبا 100 ماشین منتظر ورود به قلمرو ترکمنستان و سپس راه گرفتن به سمت تاجیکستان هستند. مصاحبان رادیو آزادی گفتند که ماشین‌های بارکش ایران و ترکیه نیز عین احوال را دارند و منتظرند که به آنها اجازه عبور دهند تا مال و محصولات وارداتی را به تاجیکستان برند. حتی اتوبوس‌های نوی مسافربر را که تاجیکستان از ترکیه خریده است در گذرگاه مرزی سرخس نمانده‌اند. وزارت نقلیات تاجیکستان بنابر اینکه از طرف ترکمنستان پاسخ زود دسترس نکرده ایستاده است از این رو راه دیپلماتی را پیش گرفتند. امروز مسئولان وزارت نقلیات تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که آنها به وزارت خارجه تاجیکستان آمدند تا اینکه از اینجا از طریق دیپلماتی با مقامات ترکمنستان در تماس شوند و راه درست و سالمی را پیدا کنند تا اینجا که تأخیر زیاد ادامه نکند و هر چه زودتر راننده‌ها و ماشین‌ها و واگن‌های تاجیکستان به زودترین فرصت بعد دوشنبه آورده شوند. میرزا نبی خالقزاد، شهلای عبدالله، رادیو آزادی، دوشنبه. اکنون در شهرهای دوشنبه کلوب مجسمه دوچرخه قامت افراخ که خاطر کشته شدن جهانگردان خارجی را زنده نگه می‌دارد. پرده از روی این مجسمه روز یکشنبه گذشته برداشته شد. بر ضمن این ماراتون دوچرخه سواری نیز تشکیل گردید. شرکت‌داران سبقت تا رسیدن به حل حمله به سیاحان که ماه پیش اتفاق افتاد 10 کیلومتر راه را طی کردند. حدود 60 دوچرخه‌ران داخلی و خارجی صبح 2 سپتامبر به خاطر گرامی داشت قربانیان حمله تروریستی از دوشنبه راه به سوی دنغره گرفتند. ما می‌خواهیم با این ولو ماراتون با جهانیان بگوییم که ما ضد تمام عمل‌های تروریستی در کل دنیا هستیم. ماراتون تحت نظارت شدید امنیتی قرار داشت و از دوشنبه تا دنغره دوچرخه‌ران‌ها را کارمندان بازرسی اتومبیلی و مقامات میلیسا همراهی و نظارت می‌کردند. در میان دوچرخه‌ران‌ها نماینده کورپس دیپلماتی ایالات متحده آمریکا نیز حضور داشت. این مهم که
ما برای این حمله غمگین فکر میکنیم و من خیلی خرسند هستم که میتوانم با بسیار تاجیکان در این سفر اشتراک کنم. از دوشنبه تا جای قتل سیاحان خارجی 75 کیلومتر راه است. این راهی پرشیب و فراز مشکل است. برای اون من زود حرکت کردم که اولین شده همدردی خود رو بیان کنم، برای که من هم ولاسپدرون هستم. اون نفران که خارجیانی که قربان شدن اونها نیز ولاسپدرون بودن. هدف اصلی ماراتون را مؤسسان بار دیگر گرامی داشت از قربانیان حمله دهشت افکنان عنوان کردند. من این خبر را از روزنامه در پراگ خواندم. خیلی غمگین شدم چون یک حادثه غم انگیز است و من که خودم ولوسپدرون هستم این خبر برای من خیلی دلخراش بود. کمیته رشد سیاحی تاجیکستان و شرکت رخش تاکسی در موقع جهانگردان کشته شده خارجی با صفت رمز احترام و عرض تسلیت به خانواده‌های قربانیان دوچرخه رمزی گذاشتند. البته این هم به خاطر گرامی داشته خاطرات این که هم قربانیان است. این حادثه نمیتواند که سد راه جلب سیاحان به تاجیکستان باشد. نماینده سفارت امریکا در دوشنبه دوچرخه قدیمی به مراسم آورد که بعد از حمله ناشناس به سفارت تقدیم کرده بود. ماراتون دوچرخه‌ران‌ها دومین مراسم دوچرخه‌رانی به خاطر گرامی داشته قربانیان حمله 29 ایول در شهرهای دنغره به گردشگران خارجی بود. در حمله گروهی از جوانان افراطگرا 4 سیاح خارجی کشته شدند و 3 نفرشان آسیب دیدند. در ولایت خطلون میمونیم. طفلی که 2 ماه پیش در شهر کولو با وزن 8 کیلو به دنیا آمده بود به تدریج بزرگ می شود. خانواده این طفل که زندگی فقیرانه دارند میگویند انتظار داشتند مقامات برای تامین و نگهبانی این طفل عظیم جثه کمک میکنند، ولی با گذشت 2 ماه بجز از روزنامه نگاران کسی درشان را نگفته است. تولد این طفل نام والدینش را ورد زبان کرد. او حدوداً 2 ماه پیش از مادر با وزن 8 کیلو به دنیا آمد که طبیبان این واقعه را بی سابقه عنوان کردند. وزن میانه نرمالی تا 4 کیلوگرم حساب می شود. از 4 کیلوگرم کلان جثه حساب می شود. از 5 کیلوگرم عظیم جثه 8 کیلوگرم یکم مراتبه می بینم. او را رستم نام گذاشتند چون که ماجرای تولدش به داستان شاهنامه فردوسی مانند است. مادرش هم تهمینه نام دارد. ای خانه‌شون رفتیم دکترا رو آوردیم. ماشین دارین بابا. تلفن میکنم که بگو ردن نم خیلی بچه‌م بس میرم میگیرم. اقربایش میگویند چند روز پیش رستم را برای تشخیص به دوشنبه بردند. برادر رستم معلول است و اهل عائله بر اینند که در وقتش به سلامتی اون نرسیدند. اکنون از تکرار شدن این مصیبت میترسند و پیوسته رستم را از نظر طبیبان میگذرانند. دیلش و سرش و همه جوش رنگین کرده. رستم حالا از غذا تنقصی دارد. پزشکان هم از خانواده او خواستند به این چیز دقت دهند. رستم را 2 مادر میخورانند. کلین این خانه که کودک 3 ماهه دارد رستم را برابری زیبونیسا شیر میدهد. اما دوشنبه بردادن گفته گشنگی بوده گشنه میمونه بوده. خیلی دودر امی چی را میخریم شیر قلق میخریم امی 3 روز نمیره. در این عائله میگویند مطبوعاتی شدن تولد رستم واقعی گوشوارم هم باشد تا جای تشویش برانگیز نیز میشود. امی نگوید کس تره یه مبارک چلا میگن که انا 8000 سومن انا نای ینکاو انا ماشین خانه تا نای تبریک کردن. گفتم 8000 روز بسته یک سومه مولی ندادم. گفتم من ندیدم من نمیدونم مایدن شما چه نمیدیستم. طبیبان گفتند سری رستم آوان تولد لط خورده است و خوشبختانه تهدید آور نیست. سرش تراوما داره. چلو بخیر است. والدان رستم بر این امیدند که او مثل همنام خود از داستانهای شاهنامه در آینده پهلوانی نامدار می شود. حالا باشد تلاش دارند صحتی او را برای رسیدن به این آرزوها حفظ نمایند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. روز یکشنبه 2 سپتامبر در کنار استقلال قرقیزستان مراسم با تنطنه گشایش بازی‌های سوم کوچمنچیان برپا شد. نمایش هنری و گشت ورزشگران را هزارها نفر تماشا کردند. امسال قرقیزستان تخمیناً 2000 ورزشگری 80 کشور عالم را برای سبقت در 37 مسابقه عنعنوی کوچمنچیان دعوت کرده است. مسابقه ها در 5 موضع مختلف این کشور تا 9 سپتامبر ادامه می‌یابند. امسال در مراسم گشایش بازی‌ها پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان هم حضور داشت. او با سفر رسمی به این جمهوری آسیای مرکزی تشریف آورده بود. تفصیلات از اسکندر خواجه میرزاده. روز 1 سپتامبر در قرقیزستان پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان از رهبران این جمهوری آسیای مرکزی دعوت کرد فعالیت گروه‌های مربوط با جنبش روحانی ترک مهاجر فتح الله گولن را منع کنند. مقامات ترکیه گولن را با سرپرستی تبدلات ناکام تابستان سال 2016 متهم می کنند. تا حال مکتب‌های مربوط با شبکه گولن در قرقیزستان فعال می باشند. سال 2016 در پی تبدلات ناکام دولتی ترکیه از کشورهای منطقه درخواست نمود که مکتب‌های شبکه گولن را ببندند. ولی پرزیدنت آن وقته قرقیزستان المازبک اتنبایف از اجرای این تقاضا خودداری کرد. شبکه گولن بعد تغییر نام فعالیتش را به طور معمولی دوام داد. روز شنبه در ملاقات با پرزیدنت قرقیزستان سارانبای جینبکوف اردوغان بار دیگر به این مسئله دخالت نموده شبکه گولن را تهدید امنیتی عنوان داد. زیرا biz kardeşsek biz ما نمی‌خواهیم که مردمی برای ما برادر با این مشکل روبرو شوند. پیروان گولن می‌توانند به وزارت کارهای داخلی و نهادهای نظامی وارد شده تبادلات شبیه در قرقیزستان هم به وقوع پیوندند. Bunlar devletin bütün mekanizmalarının içine sızarlar ve oralardan da aynı darbeyi burada da yaparlar. پرزیدنت قرقیز که یک سال اینجانب سر قدرت است به اردوغان یگان وعده قطعی نداد. او گفت که شبکه مکتب‌ها تحت نظارت دولت قرار دارد. قزاقستان همسایه هم از بستن مکتب‌های شبکه گولن خودداری کرده است. روز 2 سپتامبر در شهرهای مختلف روسیه با تشبث یک از حزب‌های کشور بر ضد اصلاحات نظام نفقه نمایش‌های اعتراضی دایر شدند. میانه‌های ماه ایون دومای دولتی طرح قانون اصلاحات درباره تدریجاً بالا بردن سن بازنشستگی را در خوانش اول قبول کرد. این اقدام باعث ناراضگی مردم و تا یک اندازه کاهش یافتن معروفیت پوتین گشت. کیومرسیاتا موضوع را ادامه می‌دهد. روز یکشنبه چندین هزار نفر در همایش تشکیل کرده حزب کمونیستی روسیه بر ضد اصلاحات نظام نفقه به میدان برآمدند. اشتراکداران در خیابان اکادمیک ساخاروف با پرچم‌های سرخ و شعارها در دست راهپیمایی کردند. اعتراضگران طلب دارند اصلاحاتی که در آن بالا بردن سن نفقه مردان تا 5 و از زنان تا 8 سال پیش بینی گردیده است لغو گردد. پیشنهاد مذکور از طرف حکومت صورت گرفته و دومای دولتی از آن جانبداری نموده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفت طرفدار نرمتر نمودن اصلاحات یعنی تا 5 سال بالا بردن سن نفقه هم مردان و هم زنان است. کمونیست ها پای فشاری دارند که در این زمینه رای پرسی برگزار گردد. در آن شکلی که پیشنهاد شده است این اصلاحات نیست. عملا این متحدی جامعه را به هم میزند. به رشد معتدل بیرون آمدن از بحران مانع می شود و وضع به این هم مرکب کشور ما را چه در داخل و چه در خارج پیچیده می کند. آنهایی که با این سیاستمدار هم عقیده هستند به خیابان برآمدند. چون که شخصا مرا غارت کردند. آنی که کسی نسل نو را مبلغ گذاری می کند همش افسانه است. از نقطه نظر من تمام عمر به فاند نفقه پول دادم ولی بعداً چیزی نمیگیرم. این است محتوای اصلاحات. همایش اعتراضی از جانب حزب کمونیستی روسیه تشکیل یافته همچنین در سنت پتربورگ، قزان، سمره، رستاو لب دون، نووسیبیرسک، ولادیواستوک و دیگر شهرهای روسیه برگزار شد. و روز 8 سپتامبر به مناسبت روز بین‌المللی همراهی ژورنالیستان در دوشنبه مراسم جایزه سپاری به عنوان خبرنگار برگزار می شود. هر یک برنده آزمون با مکافات پولی در حجم 2,500 سومانی قدردانی می گردد.
با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم. جزئیات خبر و گزارش‌های امروز و دیروز و موضوع روز در سامانه ما www.azadi.org گذاشته شده. صفحه ما در همه شبکه‌های اجتماعی فعال است و البته تماشای آزادی ویدیو یوتیوب را فراموش نکنید. جهانی سپاس که امروز نیز با ما بودید و برنامه فردا را ما با شما منتظر می‌شویم و خدا نگهداری.